سبب موفق شدن شما این طالع بلند یا یگان چیزی دیگر؟ بعضی آدما طبیعت با خوشرو تولد میشن. بعضی آدما نه که خودشون مهنت کرده خودشون خوشرو میسازن. بعضی آدما спортсмен تولد میشد با قوت توانا قوتش بسیار. نه که بعضی آدما سپورت باز مشق کرده با قوت شدن میتاد. بعضی آدما دانا تولد میشد تولد شدن. نه که بعضی آدما کتاب خونده علم آموخته هنر آموخته دانا میشه. هست آدمایی که طالعش بلند ممکن که یک جیانی یگان کس تولد شدگی است یا که یک کس دستگیریش که جای کار داد و یا که دستگیریش که یگان بیزنس ساخته داد. نه که من بانی من از همون انسانی که مهنت کرده طالع بلند ساختم. من مهنت کرده استا با سبب مهنت خداوند داد. وقتی که آدم مهنت کند سخت مهنت کند از صدق دل کند بعد خداوند پیش کار و کشوده میکند بعد برکتی کارش میتید. من با سبب شدگی همین چی چون که من از پدر و مادر تیار گرفتگی نیچ اینم همین چیزا ما استا ساختیم.